شهره آمده بوده رفته بود قاطی بچه‌ها همونجا کنار خیابون بدون اینکه بخواد خودش نشون بده خودنمایی بکنه کنار خیابون وایساده بود و انقدر فریاد زده بود که من فکر می‌کردم صداش یه هفته‌ای در نیاد، ولی خب صدای اینا تمرین داره. درود بر شهره عزیز. قربونتون برم شهرام جون. من نظرم اینه که این خواننده‌هایی که تو خونه نشستن و سالن‌های 17,000 تایی 12,000 تایی جمع میکنن، خانم عزیز، آقای عزیز، یادتون باشه با سرود خوندن همین الان شما اگر بگین که سرود دست جمعی بیان خواننده ها همه بخونن، یک چیزی برای ملت ایران بخونن، همین خانم و آقایی که میبینین که سالن‌های گنده پر میکنن، اسم نمیارم، فقط خودنمایی خودشون از مردم دور میکنن. الان اینجا ایران نیست، اینجا امریکاست، کسی کاری باهاتون نداره. خانم گوگوش وای میسی تو خونه نشستی، حالا دیگه درم باز میکنم، تو خونه نشستی مملکت بچه ها رو دارن از دست میدن، چشت نمیده؟ وای میسید سرود میخونین، وای میسید از راه دور پیام میدین. من تو اولی حضرت شعبانویی آقا این که خجالت بکشین. با این که من صدام گرفته، با این که میشینم از صبح تا شب تلویزیون نگاه میکنم گریه میکنم، تو با این که پیام میدی سرود میخونی به جایی که به بچه های ما به هنرمندای ما بگی بیاین بچه ها جمع شیم با همینا کارو بکنیم. بچه ها بیاین، الان موقع این نیست که من کیم، هیچ شخصی چی نیست، تو هیچی نیستی بدون مردم. اگه مردم نباشن هیچی نیستی، یادت باشه. تو میتونستی این کاری که کردی در تلویزیون پخش کردی، در تلویزیون آقای شجره بچه ها رو جمع کنی، همه هم به حرفت گوش میدادن، چون گوشی به قول خودت میگفتی بیاییم بخونی. ما هم میمدیم میخوندیم که نگی من گوگوش رفتم آهنگ برای 3 روزه آهنگ ضبط کردم. نه این نیست، نه قربونتون برم. اونایی که این کارو میکنن میخوان بگن ما تکیم، ما تنهاییم. نه، الان میگه من نیست، ماییم. بس کنین دیگه. اینجا میخوان بکنین کنسرتاتون، خجالت هم نمیکشن، نشسته تو خونه واسه خودش. حالا میخواد مردم با من بد بشن. من با گوشیش خصومتی ندارم، هیچ وقت هم راجبش حرف نزدم. بهترین آرتیسته، خواننده بسیار خوبیه، همیشه خودش از مردم جدا کرده. این درست نیست. الان موقعی نیست که تو خونت بشینی، حالت هم خیلی هم خوبه، میری به استودیو وای میسی ضبط میکنی، پاشو بیام دم فدرال بیلدینگ ببینم یه نفر به تو وزین میگه. همه نشستن قربون صدقه مردم میرن، خجالت نمیکشه. این درست نیست که تمام بچه‌های هنرمندا دم فدرال بیلدینگ بودن. 30 سال ما بدبختی کشیدیم. خانم راحت بلند شده اومده بیرون، بعدم وای میسه تو خونش یا پیام میده یا سرود تکی میخونه. بس دیگه هرکی شوره حسودیش میشه، لیلا حسودیش میشه، فلانی عزیز والایش بده حسودیش نمیشه. ما میدونیم تو خواننده خوبی هستی، ما میدونیم تو قلب ما جا داری، ما با تو بزرگ شدیم. ما خود من خاطره دارم ازت. من تمام اتاقم عکس تو بود بچه که بودم. آقا درست نیست. بلند شو بیا بیرون، تو ملتت بیا بیرون، اقلا بذار تو ایران ببینن، گوگوشت ببینن. تو خودت میدونی چی کار میتونی بکنی به جای سرود؟ خودت میدونی اگه بیای تو ملتت چی کار میتونی بکنی؟ یه انقلاب میتونی را بندازی. تو از ما خیلی بالاتری. من نمیگم بالاتر از این که تو قلب مردمی، تو مثل بچه مردمی. دروغ میگم آقای همایون، بگین دروغ میگی. چقدر قشنگ داری حرف میزنی شهره. یک هنرمندی که سالها سوپر استار بوده آمده رو خط یه برنامه تلویزیونی داره خطاب به یه هنرمند دیگه میگه آقا تو خیلی بالایی، خیلی خوبی، خیلی عالی هستی. بابا آفرین به شهره. دروغ ندارم بگم، هست آرتیست خوبیه، اون بابا بزرگ، اون مثل بچه ما. یعنی من واقعا مثل بچه ایرانه، گوگوش رو سمبل میدونن. بلند شو بیا یه پرچم دستت بگی که ما هنرمندا رفتیم دم اونجا بایستادیم چی کارمون کردن جز اینکه گریه میکردم گفتن هر روز باشیم بیان. من این تلویزیون تلویزیون شما آقای شجره همه رو میبینم، والا بقول از صبح شد کار من گریه، هیچ کاری ندارم بکنم جز گریه. بابا آقای داریوش، آقای خانم گوگوش کجایی؟ سالانه شما رو اینا پر میکنن، سالانه شما رو اینا پر میکنن، سالانه شما رو اینا پر میکنن. نشینی پیام بدی، شما تو قلب ملت ایران هستید. خانم شهره
جونم من خیلی عصبانیم برای اینکه این همه بچه‌های هنرمندا هر روز اومدن دم اونجا بایستادن یک نام یک اسم گوگوش آخه بابا اصلا نمیدونم چی بگم والا به قرآن نمیدونم بیا والا بادیگارد برات میگیریم دورتون میگیرن هیچ کس تو کاری نداره مثل ملت ایران ببینن اون تو مردمی چقدر قایم میشی تو قطعی از ما نیستی ما وقتی کشیدیم توی مملکت ما 30 سال با یک چمدون اومدیم اینجا هممون از هممون ماشاءالله تو که وضعت خوبه که تو که اینم کنسرتای بزرگ میذاری دست برمی سیابازی و این کارات دیگه خجالت بکش هر کی میخواد به من بچه مهم نیست بر من دیگه من به ملت ایرانم مهمه دست دیگه هم از این به بعد به خدا شاهده و همه هنرمندان میگن بچه ها ما که تا الان زحمت اینجا کشیدیم اقلا ما هر روز اونجا باشیم نیومد خانم شهره اما اینقدر تو صادقانه حرف زدی نه فقط ناراحتم از این که باید یا پیام میده یا سرود میده شاید یکی بهش یاد نمیده شاید بلد نیست نه اونا که یاد میدن بله اونا بله شاید این حیوان خودش هم نمیدونه نه بله خدا بهش بگیم بگه بلنشو منم همین فکر میکنم اون همیرای بنده خدا مثلا خب دیشب آمده ولی اینا که ادوایزر اینا هستن متاسفانه حیوانی نمیدونه باید چی کار کنه منم همین فکر میکنم ما هممون تو این مملکت سیاسی هستیم نگی نیستیم شمایی که از ایران اومده خانم بگوی سیاسی هستی به خدا اگر برگردی ایران اگه نیای تو ملتت اگر کسی اگه تو اینجا 17,000 آدم میاری اگه تونستی 2,000 آدم بیاری الان فکر کنی الان بلند میشین میرین تو ایران الان کنسرته ول کنی جای ما نیست تو ایران جای مردم بدبختی که به اینقدر زج کشیدن